خوشبختانه سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و علاقمندان به بحث‌های مسکن و وام توی کانادا و به خصوص توی آنتریو یا شاید بگم توی GTA بیشتر. خوشحال هستیم که باز در خدمتتون هستیم توی یکی دیگه از وبینارهای گروه آکادمی مسکن و وام تورنتو. ببخشید من یه مشکل کامپیوتری دارم، روی کامپیوتر نتونستم وصل بشم، روی سلفون دارم استفاده میکنم، برای همین یک مقداری دسترسی محدوده. نمیدونم دوستانی که تشریف دارن. به هر صورت به همه سلام عرض میکنم و خوش آمد میگم. اگر اجازه بدین چون از زمان هم گذشته، به احترام زمان همه برنامه رو شروع بکنیم. امشب دو تا سخنرانی داریم که اولیش رو خدمت آقای اسماعیلی هستیم، معرف حضورتون هستن. ایشون سالها به عنوان مورگیج ادوایزر و فاینانشال ادوایزر توی بانک‌های بزرگ کانادا کار کردن و الان به عنوان ریال استیت بروکر مدت زیادیه که در منطقه GTA مشغول به فعالیت هستن و از خدماتشون استفاده میکنیم. خانم لادن قاسمی دومین سخنران امشب ما از دوستان و همکاران قدیمی خود من هستند. جالبه که در بانک CIBC و اسکوشیا فاینانشال ادوایزر و مورگیج ادوایزر بودن اگه اشتباه نکنم، و الان مدت زیادیه که به عنوان مورگیج بروکر در ببخشید من یه اکو میاد روی صدام، متوجه نشدم. اگر دوستان صحبتی دارن یا به دلیلی نمیدونم ببخشید ادامه میدم. خدمت میکنم دوستان همه آن میوت کنن خودشونو که این تداخل صدا ایجاد نشه. ایشون در حال حاضر به عنوان مورگیج بروکر کار میکنن و همین باعث شده که آشنایی بسیار خوبی از بخش بانک، ایلندر و همچنین بیلندرها داشته باشن که میتونه برای خیلی از ما خیلی مطالب جالب و آموزنده‌ای داشته باشه. و موضوع سخنرانیشون هم به این برمیگرده که در واقع گزینه‌های جایگزین بانک رو امروز به ما معرفی کنن. چه موقعی هست که شما به عنوان یک کلاینت، به عنوان متقاضی مورگیج تصمیم میگیرید که دیگه مورگیجتون رو با بانک نگیرید و گزینه بهتری رو در بیلندر پیدا بکنید. من صحبت رو کوتاه میکنم، برمیگردم خدمت آقای اسماعیلی. هستیم خدمتتون. خواهش میکنم لطف میکنید. من اگر اجازه بفرمایید یک پرزنتیشنی دارم، خیلی مختصر هست، من خیلی نمیخوام وقتتون رو بگیرم، بیشتر ترجیح میدم که خانم قاسمی صحبت کنه. فقط میخوام یک مختصری نگاه خودم رو به بازار، نمیخوام بگم در واقع بازار، همیشه میگم نگاه خودم رو به بازار داشته باشم، به خاطر اینکه ما وقتی که خیلی جاها زمانی که آمار ارقام مربوط به معاملات میاد فقط میشنویم میگه اینقدر معامله شد، قیمت‌ها اینقدر بالا رفت، اینقدر پایین اومد، اینقدر کم بود، اینقدر زیاد بود. موقعی که و همیشه هم نگاه میکنن که خب حالا الان وضعیت بازار چطوره، امروز بالا رفته پایین اومده، داستان چی هست. من همیشه خودم سعی میکنم این نگاه بلند مدت‌تر به بازار داشته باشم، چرا که فکر میکنم دید بلند مدت وقتی به بازار داشته باشیم، صرف نظر این نوسان‌های روزانه‌ای که داریم، خواهیم دید که بازار مسکن حداقل در استان آنتاریو که ما هستیم به کجا ممکنه بره. اجازه بدیم من در واقع پرزنتیشنم رو با شما شیر بکنم. و اگر پرزنتیشن من رو دارید که امیدوارم داشته باشید. خب در واقع عنوان رو چالنجز اند پراسپکتس قرار دادم، چالش ها و در واقع فرصت هایی که وجود داره. خیلی سریع اگر من بخوام بیام و این بازار رو یک نگاهی بهش بندازم، شاید بگم مطرح ترین بحثی که این روزها ما داریم و آخرین اطلاعاتی که از این بازار بود، بحث نرخ بانکی شبانه بود که بانک اف کانادا یا بانک مرکزی کانادا
روز 25 اکتبر چهارشنبه هفته پیش، درست یک هفته پیش تصمیم گرفت. برای میتونم بگم برای چهارمین بار در سال جاری و دومین ماه متوالی نرخ رو ثابت نگه داشت و افزایش نداد. اگر با آمار نگاه بکنید، مارچ 2022 دوم مارچ، زمانی که نرخ بهره از 25 صدم به 0.5% افزایش پیدا کرد، شروع یک جریانی بود که تقریبا یک روند کاهشی 2 ساله رو متوقف کرد. علیرغم قولی که بانک کانادا داده بود که تا پایان 2023 احتمالاً نرخ افزایش پیدا نخواهد کرد، ولی یک دفعه یک روند بسیار در واقع اگریسیوی به خودش گرفت و شروع کرد با فشار و در واقع سرعت بسیار بالای نرخ‌ها رو بالا بردن. همین بالا رفتن نرخ‌ها باعث شد که یک دفعه شوکی به بازار وارد شد. این شوک رو اگر ما بخوایم در واقع توی فروش و لیستینگ ها بخوایم نگاه بکنیم، روند رو شما دارید می‌بینید. در واقع تا زمانی که نرخ‌ها همچنان پایین بود، ما آمار معاملات بالایی رو داشتیم، لیستینگ های بالایی بود. بعد یک دفعه وقتی این شوک رو وارد کرد به مرور و با رفتار تهاجمی، که واقعا حالا تهاجمی که میخوام بگم خیلی به معنی بدش نمیخوام بگم، ولی خب به هر حال وقتی فارسی ترجمه میکنیم میشه تهاجمی، اون در واقع افزایش بهره اگریسیوی رو که علیرغم قول‌هایی که داده بود پیش گرفت، باعث شد که یک دفعه حجم معاملات و لیستینگ ها به شدت کاهش پیدا کرد. بعد این دوباره روند اصلاح شد، به خصوص زمانی که در سال جاری در ماه مارس تصمیم گرفتن باز نرخ‌ها رو برای مدت کوتاهی متوقف کنن و باز در حال حاضر می‌بینیم که تقریبا از به خصوص ماه آگست دوباره روند لیستینگ ها بالا رفته، فروش ها کاهش پیدا کرده. دوستانی که ریال استیت ایجنت، ریال استیت بروکر هستن یا به نوعی دستی در بازار دارن، میدونن که این افزایش شدید نرخ‌ها که من دوباره بهشون برمیگردم، به شدت توان افراد رو، اون افوردبیلیتی رو کاهش داد، قسط‌ها رو بالا برد و به جایی رسون که بعضی از افراد واقعا علیرغم میلش رو مجبور شدن که وارد بازار بشن و خونه‌شون رو بفروشن. من عدد دقیقی ندارم بخوام بگم که تعداد فورکلوژرها و تعداد در واقع افرادی که مجبور شدن حتی خونه رو بذارن چقدر هست، ولی میخوام در واقع نمودار به شما به راحتی نشون میده که با وجود اینکه حجم معاملات کاهش پیدا کرده، لیستینگ هم داره افزایش پیدا میکنه و این بخشیش ناشی از در واقع دیگه عدم توان دارندگان مورگیج هست که دیگه نمیتونن از پس مورگیج بر بیان و به هر قیمتی حاضرن دیگه خونه ها رو بفروشن، از شر این در واقع فشارهای شدیدی که دارن خلاص بشن. حالا این کوتاه مدته، همونجور که من عرض کردم خدمتتون، گفتم من همیشه دید بلند مدت و بازار دارم، دید کوتاه مدت خدمتتون توضیح دادم. دید بلند مدت برگردیم اگر به شاخص مرکب قیمت ملک در بازار، من در واقع دارم منطقه تورنتوی بزرگ رو نگاه بکنیم، این روندی هست که از سال فوریه 2012 زمانی که شاخص قیمت معرفی شده وجود داره. شما ببینید همیشه در این استان یک روند افزایشی داریم، یک سیگنال ها بوده، یه زمانی که خیلی بالا رفته، دوباره بازار خودش رو مختصر تعدیل کرده، ولی بنا به دلایل ساختاری که وجود داره این روند همچنان ادامه پیدا کرده. اوجش فوریه 2022 بوده که در واقع اعداد واقعا دیگه رکورد بود و بعد از اینکه افزایش قیمت‌ها در مارس شروع شد و سیاست‌های انقباضی پیش گرفته شد، بازار به شدت خودش رو تعدیل کرد. هرچند همین تعدیل که کردن، باز نگاه میکنیم یه چیزی در حد ماه جون 2021 هستیم. باز ما یک افزایشی رو داشتیم زمانی که امید ایجاد شد که ممکنه نرخ‌های بهره متوقف بشن، ولی باز اوایل همون هولوش فوریه و مارس که دوباره بانک اینجا در واقع جون هست، زمانی که بانک کانادا دوباره تصمیم گرفت که نرخ‌ها رو افزایش بده، ما مختصر کاهش رو شاهد بودیم. من با این مختصرها کاری ندارم، میخوام به شما بگم که ببینید یک روند بلند مدت رو نگاه بکنید. شما در هر مقطعی تو این نمودار وقتی که میایید یک روند 5 ساله رو نگاه میکنید، حتی تو روندهای 5 ساله ما کاهشی وجود نداشته. به طور متوسط بازار 5 سال به 5 سال که وقتی در مقطع 5 ساله بخوام بگم نگاه بکنید، سرمایه گذاری که شما در ملک داشتین رو به افزایش بوده. این شوک ها رو ما داشتیم، اینجا داشتیم، اینجا داشتیم، اوجش رو در 2022 داشتیم، دوباره در ماه
بعد از جون 2023 هم داشتیم، ولی وقتی که روند رو نگاه میکنه دیگه روند رو به بالا هست. روند چرا رو به بالا هست؟ به خاطر شرایطیه که بر بازار ملک و بر کل استان آنتاریو حاکم هست. ما باز هم در واقع نگاه میکنم به سیاست هایی که چه میدونم اتخاذ شد در فاصله 2022 و 2023 یک مقدار روی موجودی بازار تاثیر گذاشت که بخشش روانی بود، ولی همه اینها رو من برمیگردم با وجودی که در کوتاه مدت تاثیر میذاره و ممکنه تاثیر بدی هم بذاره، منتها چون خود من کسی هستم که واقعا بازار ملک رو مثل بازار سهام یک بازار بلند مدت میبینم، با این تفاوت که اعتقاد دارم در بازار ملک صبوری باید بیشتر باشه تا بازار سهام، چرا که توی بازار سهام از یک سری فرصت ها و تایمینگ ها میشه استفاده کرد که ممکنه در بازار ملک به خاطر هزینه های معاملات نشه استفاده کرد. ولی من بازار ملک رو یک بازاری میبینم که باید دید بلند مدت بهش داشته باشیم. چرا حالا دارم این صحبت ها رو میکنم؟ به خاطر چالش هایی که در واقع در این بازار به خصوص در این استان وجود داره. مهمترین چالشی که به اعتقاد من وجود داره تقاضا هست، یک تقاضای نهفته‌ای که در اثر پذیرش مهاجر داره به وجود میاد. شما ببینید این در واقع روند رشد جمعیت در استان آنتاریو هست، حالا در واقع بالا و پایین تفکیک شده. این نمودار نت اینترنشنال میگریشن هست، مهاجرتی که انجام میشه داره میاد. ببینید با چه سرعتی داره افزایش پیدا میکنه. تنها در ماه فاصله اپریل تا جون 2023 جمعیت این استان 151,000 نفر اضافه شده. شما حالا اگر این 151,000 نفر رو بگید متوسط یک خانوار 3 نفره، میشه 50,000 خانوار جدید و من دارم در مورد فعلا مهاجر صحبت میکنم. اگر ترکیب جمعیت رو به شکل دیگه ساکنین استان رو نگاه بکنیم، ما یک افزایش طبیعی داریم که میشه حاصل در واقع تولدها منهای مرگ و میر. یک مهاجرت خالص داریم، آنهایی که به استان وارد شدند و آنهایی که خارج شدند یا به کشور وارد شدن خارج شدند، و یک در واقع نت اینترپروینشال میگریشن، در واقع جابجایی بین استانها. ما به هر حال 448,000 نفر وارد شدن توی استان در طول یک سال گذشته. 41,000 نفر هم از استان خارج شدن. 305,000 نفر هم نان پرمننت رزیدنت وارد شدن. چیزی بود که تا چند وقت پیش توی آمارها خودشون اقرار کردن که میگفتن ببخشید ما این رو ندیده بودیم. در حالی که این 305,000 نفری که میان حالا یا ورک پرمیت هستن یا استودنت هستن یا ویزیتور ویزا هستن، اینا نیاز به سرپناه دارن و با توجه به قوانین که اجازه نمیداد نان رزیدنت ها خونه بخرن، وارد بازار اجاره میشن. بازار اجاره رو که خوش شما دیده خودتون، چه شاید بهتر از من اطلاع داشته باشین چه وضعیتی پیدا کرده، اصطلاحاً چه باغ وحشی شده متاسفانه. این 305,000 نفر، این 448,000 نفر باید یک جای ساکن بشن دیگه. به خاطر همین این تقاضایی که به صورت ساختاری برای ملک توی این استان وجود داره، صرف نظر از این که حالا قیمت‌ها در کوتاه مدت پایین اومده، تاثیر خودش رو خواهد گذاشت و دوباره یک فرآیند این شکلی رو حالا نه به این شدت ببخشید برای ما در واقع به دنبال خواهد داشت. برمیگردم نگاهی بندازم به سهم استان آنتاریو در جمعیت کل کانادا. 3 سال گذشته رو نگاه کردم به علاوه سال جاری، به طور متوسط 40% از جمعیت کانادا در استان آنتاریو مستقر خواهند شد. و خب خود شما هم میدونید که خیلی افراد توی در واقع استانهای شمالی و مناطق قطبی نمیرن، اغلب میان هول و هوش منطقه هوشوبری متمرکز میشن. به خاطر همین این 40% بخش زیادش در همون منطقه پرجمعیت آنتاریو در جنوب آنتاریو مستقر هستن. ولی هدف من اینجاست که به شما نشون بدم 40%، 41% به طور متوسط سهم آنتاریو از کل جمعیت کانادا هست، از جمله مهاجرین.
سال 2023 افزایش جمعیت 1,050,000 نفر بود. امسال تا پایان جون 2023 530,000 تا، یعنی اگه همین روند ادامه پیدا کنه دوباره چیز شبیه سال گذشته رو خواهیم داشت که از این جمعیت تقریبا 440,000 تاشون به استان آنتریو خواهند اومد. شما ببینید اینها نیاز به سرپناه دارن، باید براشون در واقع مسکن تهیه بشه. حالا این مسکن میتونه مسکن در واقع مالکیتی باشه، میتونه مسکن استیجاری باشه، اجاره‌ای باشه. برگردیم حالا ما ببینیم که آقای فورد در سال اگر اشتباه نکنم 2022 بود یه طرحی رو مطرح کردن، طرح 10 ساله برای در واقع هاوزینگ توی استان آنتاریو و گفتن ما در طول 10 سال یک چیز هولوش 1.5 میلیون دلار 1.5 میلیون خونه قراره بسازیم که میشه به طور متوسط 150,000 تا در سال. ستاره اینجا گذاشتم کنارش به خاطر اینکه اینا برنامه‌شون یه جوری سالهای کمتری سالهای بیشتره. 2022 96,000 تا هاوزینگ استارت بود، کامپلیشن 71,000 تا بود. امسال که سپتامبر 2023 این آمارش رو من دارم میگه تا به حال 66,295 رو ساخته استارت شده، ولی آماری نتونستم پیدا بکنم که دقیقاً بگه در پایان سپتامبر 2023 چقدر ساخته شده تکمیل شده. استارت و کامپلیشن به هر حال ممکنه یه مقدار تفاوت داشته باشن، ولی ما فرض رو بر این بذاریم که مثلا در یک رنج 1 تا 2 ساله ساخته میشه، بنابراین فرض کنیم که نسبت‌ها همین یکی هست، خیلی فرقی نمی‌کنه. آخرین آمار من اومدم از وبسایت آستان آنتاریو در آوردم که همین پلن 10 ساله رو وقتی صحبت می‌کرد میگفت تارگت سال 2023 110,000 تا هست. تا به حال 66,295 یعنی 60% از این تارگت انجام شده. من فرض کنم که چون ما سپتامبر دیگه 9 ماهه، فرض کنم که با همین نسبت جلو میریم. اگر من اینو پروریت بکنم، تناسبش رو در واقع گسترشش بدم تا پایان سال، اومدم اینو تقسیم بر 9 ضرب در 12 کردم میشه 88,393 تا. یعنی همین امسال سال 2023 ما 20% از این برنامه عقب هستیم. وقتی برنامه 20% از برنامه عقب هستی یعنی خونه کمتر، تقاضای بیشتر، یعنی فشار تقاضا، حالا چه روی اجاره چه روی خرید. اگر فشار روی اجاره باشه سرمایه گذار میاد تشویق میشه که خونه بخره که اجاره بده، به خصوص که وقتی اجاره بالا باشه ریت آف ریترن یا ریترن آن اینوستمنت بالا خواهد بود. اگر هم برای خرید باشه که باز فرقی نمیکنه، تقاضا تقاضاست. اخبار ناامید کننده دیگه میشنویم. بانک مونتریال اومده بود یه بررسی کرده بود، گفته بود که کانادا، حالا کانادا در واقع در مورد 3 میلیون صحبت میکرد، نه تنها نمیتونه تعداد در واقع خونه های ساخته شده رو 2 برابر بکنه طبق پروگرامی که قرار داشت انجام بده، گفته حتی به برنامه‌شون هم نمیرسن و داره این در واقع این آمار کاهش پیدا میکنه. وقتی که آمار کاهش پیدا میکنه تو شرایطی در واقع بودجه برنامه مهاجرت کاهش پیدا نکرده، خودتون در واقع تفسیر بکنید. من نگم معنیش چیه، من فقط به شما نشون بدم خودتون ببینید نتیجه چه خواهد شد. همین الان دارم در واقع روی سلفونم وبسایت گاورمنت آف کانادا رو نگاه میکنم، میگه تارگت نیو پرمننت رزیدنس برای 2024 485,000 نفر هست. در سال 2025 قراره به 500,000 و در سال 2026 هم میشه 500,000 تا. براتون میگردونم به این آمار. 40% میاد کجا؟ آنتاریو تقریبا. یعنی چیزی هولوش سالانه 200,000 تا داره میاد آنتاریو. هاوزینگ استارتمون چطوره؟ این وضعیت رو داره. چقدر به برنامه ها داریم میرسیم؟ این وضعیتی که ما خواهیم داشت. من فکر میکنم پیام من رو گرفتید. پیام من اینه که با صرف نظر از نوسانات کوتاه مدتی که ما داریم در این بازار به خاطر تصمیماتی که گرفته شده، بازار ملک در استان آنتاریو محکوم به رشد. حالا من یک خبر دیگرم اضافه میکنم به اینا. از نظر گرفتن مجوز و گذراندن مراحل قانونی برای دریافت مجوز ساخت،
کانادا متاسفانه از بین 35 کشور عضو OECD رتبه 34 رو داره. در کمال تأسف 250 روز طول میکشه به طور متوسط که یه پرمیت برای ساخت توی کانادا گرفته بشه، که آمارم من خودم از خودم در نمیارم. کندیان ریال استیت مگزین در تاریخ 16 اکتبر منتشر کرده و آمار قدیمی هم نیست. تقریبا 3 برابر آمریکاست و در واقع 35 کشور عضو OECD تنها کشور اسلواکی، جمهوری اسلواک هست که از ما عقب‌تره. یعنی ما در واقع یکی با آخر هستیم. اگر ته جدول رو نگاه بکنید رتبه دوم رو داریم، اینجوری بهش نگاه بکنید. خب ما این محدودیت ها رو داریم، این چالش ها رو داریم. اپورتونتی البته وجود داره ها، و اونم در واقع قسمت بعد خانم لادن قاسمی بهش خواهم پرداخت. ولی من میخوام فقط دوباره یک بار شما رو با اجازهتون برگردونم به آمار، برگردونم به این جدول. ببینید اگر با استرس تست آشنا باشیم، وقتی که بانک اف کانادا میاد نرخ‌ها رو بالا میبره و همچنین اگر در بازار بوده باشیم میدونی که نرخ‌های فیکس هم به تبع این و در واقع به تبع شرایط بازار، نه به خاطر این تصمیم بالا رفتن، نرخ در واقع استرس تست چی میگه؟ میگه اگر شما یک مورگیج میخوایم بگیرید که به عنوان مثال نرخش توی بازار 6% هست، شما باید بگین 6 به علاوه 2%. یعنی فرض کنیم که نرخ‌ها 2% دیگه بالا میره و ما باید فرض کنیم که با شما نرخ 8% واجد شرایط میشید، در حالی که تا سال گذشته نرخ هولوش 5.25 بود قبل از اینکه افزایش سرسام‌آور نرخ‌ها شروع بشه. وقتی که از 5.25 ما به 8% میرسیم از نظر کوالیفای شدن برای گرفتن مقدار مورگیجی که میتونیم بگیریم با همون درآمد ثابتی که داریم به شدت کاهش پیدا میکنه. درآمدمون هم که افزایش پیدا نکرده. بنابراین همینجوری که نگاه میکنیم ببینیم که یک دفعه اون مقدار مورگیجی که من میتونستم بگیرم کاهش پیدا کرد. من یک مثال عملی برای شما بزنم. با یه دوستی دنبال خونه میگشتیم. نرخی که داشتن تا پایان، اگر اشتباه نکنم، سپتامبر اعتبار داشت. یعنی اگر ما با این نرخ میتونستیم تا پایان سپتامبر یک خونه رو کلوز بکنیم، ایشون میتونست 1.5 میلیون دلار خرید انجام بده. متاسفانه خونه دلخواهشون پیدا نشد و خونه های توی بازار هم هیچ کدوم مد نظرش نبود. این نرخ از دست دادن. نرخ دوباره رو که گرفتن به من گفت رضا من الان میتونم 1,300,000 دلار خرید کنم. یعنی 200,000 دلار یک دفعه بودجهش کاهش پیدا کرد. انتظاراتی کاهش پیدا نمیکنه به راحتی، انتظاراتی که حالت چسبندگی داره، ولی خب یه دفعه بودجه کاهش پیدا کرده، یک گپی درست شد. بنابراین ایشون با بانک به مشکل برخورد. یعنی حالا میگه من چجوری میتونم دیگه از بانک بگیرم؟ چه کار باید بکنم؟ این ادامه بحث امروز ما خواهد بود که در واقع خانم قاسمی به ما خواهند گفت که آلترناتیو سولوشن ما چه خواهد بود در قسمت غیر بانکی، چه پروگرام هایی وجود داره که میتونه کمک بکنه. من قبل از اینکه در واقع سکان رو بهشون بسپرم، یک نکته دیگر هم میخوام بگم که در کامیونیتی ما متاسفانه خیلی رایج هست و اونم این که افراد صرف نظر از توانشون برای گرفتن مورگیج، برای گرفتن مورگیج دلخواهشون و خرید خونه دلخواهشون میان به راههای غیر متعارف. من اصطلاحاً یه موقعی برمیگشتم بهش میگفتم امدادهای غیبی، به اینا متوسل میشن و خب خیلی صادقانه، ساده بخوام بهتون میگم، میان مدرک سازی میکنن با در واقع درست کردن مدارک غیر واقعی درآمدی، سعی میکنن که وام بگیرن و به اون رقمی که میخوان برسن. از بین افرادی که اخیراً خونه هاشون رو به خاطر عدم توانایی در پرداخت اقساط مجبور شدن بذارن در واقع توی بازار و بفروشن، با وجود اینکه بازار افتاده و ممکنه با ضرر هنگفتی هم بفروشن، متاسفانه درصد این افراد زیاده در بین افرادی که دارن خونه ها رو میفروشن به خاطر عدم توانایی پرداخت وام. اگر این آلترناتیو سولوشن ها رو نگاه میکردن و در واقع به خودشون اجازه میدادن که بیان از بخش غیر بانکی نگاهی بندازن و ببینن چه گزینه‌هایی براشون وجود داره، شاید این اتفاق نمیفته. من بحث رو امروز الان اینجا دیگه تموم میکنم.
فکر میکنم شما پیام من رو گرفتین که نهایتا من این بازار رو در بلند مدت افزایشی می‌بینم به خاطر محدودیت هایی که ما داریم و چون این بازار رو من رو به بالا میبینم به شما میگم در صورتی که امکانش هست براتون نگران نوسانات کوتاه مدت نباشید. در واقع این روزهای تاریک هم میگذره و من فکر میکنم کسایی که تونستن در این دوره دوام بیارن موفق در خواهند شد. من دیگه صحبتی ندارم، پرزنتیشنم رو قطع میکنم و از خانم گرشاسبی خواهش میکنم که در واقع میکروفون رو به سخنران بعدی بسپرن. میبینم یکی از دوستان دستشون رو بلند کردن، شاید سوالی دارن. اگر اجازه بدین ما سوالات رو بذاریم بعد از پرزنتیشن خانم قاسمی. ممنون آقای اسماعیلی. خیلی جالب بود مباحث و آماری که در نوع خودش به نظر من خیلی تکون دهنده و در خور تعمق بودن. همینطور که فرمودید اگر دوستان اجازه بدن بحث پرسش و پاسخ رو بذاریم تا انتهای برنامه که اگر احیانا کارمون یه مقداری به درازا کشید با توجه به اینکه بیشتر از 35 نفر هم الان جوین شدن و خدمتشون هستیم، سوالات بره اون قسمت انتهایی که اگر دوستانی نمیتونستن تا انتهای برنامه ما با ما باشن حداقل سخنرانی ها رو بتونن کامل گوش بدن. ممنون از شما. خانم قاسمی سلام. سلام. شبتون بخیر باشه. خیلی ممنون که تشریف آوردید. خوشحالیم که هستیم خدمتتون. مرسی. سلام عرض میکنم به شما، به همه عزیزانی که جوین کردن. ممنون از اینکه این وبینار رو ارگانایز کردین. ممنونم. ممنون از شما که با ما توی گروه هستید و اینجا هم امشب خدمتتون هستیم. من صحبت رو کوتاه میکنم. این کلمه رو از آقای اسماعیلی امشب یاد گرفتم، توی در واقع کلید واژه های من نبود. سکان رو میدم خدمت شما. خیلی ممنون. ممنون از همگی که جوین کردین. امیدوارم که مطالبی که امشب شیر میکنم مفید واقع بشه. فکر میکنم که اشتباه شده. صفحه رو دارین؟ بله، بعد صفحه رو داریم ما بله. فقط اگر مکسیمایزش بکنیم روی اسلاید شو بره عالی میشه. بسیار عالی. ممنون. بله. خب همونطوری که آقای اسماعیلی بیتا جون اشاره کردن، امشب در مورد گزینه‌های جایگزین میخوایم صحبت کنیم، در واقع لندرهای آلترناتیو. لندرهای آلترناتیو یک بخشی از لندرهایی هستش که در شبکه بروکرج ما بهش دسترسی داریم و حالا وارد بحثش میشیم. فقط قبل از اینکه وارد بحث لندرهای جایگزین یا آلترناتیو ها بشیم، من به صورت کلی، چون بعضی دوستان سوال داشتن، البته بیشتر افراد با این موضوع آشنایی دارن با تفاوت بانک و بروکرج. فقط خواستم به صورت کلی اشاره کنم که جفت بانک و بروکرج چنل برای این هستش که برای عزیزانی که دنبال اینن که یه مورگیج مناسب با ریت مناسب پیدا بکنن، جفت این شبکه ها برای کمک به مشتری ها هستش و این بسته به کلاینت داره، مشتری داره که انتخاب کنه که با کدوم شبکه کار کنه، با بانک کار کنه یا بروکرج. به صورت کلی مارکت شیر این بانک ها 50 تا 60% هستش توی کانادا بر اساس آماری که سال 2021 مؤسسه فزرا منتشر کرده و توی بروکرج هم 40 تا 50% هستش. حالا دلیلی که بعضی ها با بانک میرن یا بروکرج میتونه خیلی شخصی باشه یا به خاطر شرایطی که توش هستن. به صورت کلی توی بانک وقتی که شما برای گرفتن مورگیج تشریف میبرین با یه مورگیج اسپشیالیستی کار میکنین که توی اون بانک برای اون چارتر بانک کار میکنه و در واقع بانک
خودش لندر هستش. شما با کسی کار میکنین که برای لندر کار میکنه و همینطور برای کلاینت. خب مزیت‌های خیلی زیادی داره. این هستش که اگر شما آلردی با اون بانک دارین کار میکنین، خب یه تراستی وجود داره که اون خیلی مهم هستش و ممکنه پروداکت های دیگه بانک رو هم داشته باشین و ترجیحتون به این باشه که با اون بانک مشخص کار کنید. بنابراین خیلی هستن که مستقیم تشریف میبرن بانک، ولی بعضی آشنا نیستن، مخصوصا کسایی که تازه تشریف آوردن کانادا. یه روش دیگه هم هستش که میتونین در واقع برای مورگیج اطلاعات جمع کنین و مشاوره بگیرین و انتخاب کنین. اون بروکریج چنل هستش که شما با یک کسی که لایسنس هستش، مجوز در واقع این رو داره که به شما مشاوره مالی در زمینه مورگیج بده، دیل میکنین و ایشون کسی که مورگیج بروکر یا مورگیج ایجنت خودش لندر نیستش، ولی با لندرهای مختلف کار میکنه و در واقع برای شما مناسب ترین گزینه رو انتخاب میکنه. باز هم بحثی نیستش که کدومش خوبه یا بده، برای هر کسی ممکنه که بانک بهتر باشه یا بروکریج بهتر باشه. بایستی شخص به شخص گزینه‌هاشون رو بررسی کنن و بهترین آپشن رو انتخاب کنن. بنابراین یه مقدار گفتم که این موضوع رو برای کسایی که جدید هستن توضیح بدم. و در رابطه با بروکر چنل یه سوالی که ممکنه پیش بیاد که اوکی، این بروکر چنل به چه صورت هستش؟ آیا هیچ نظارتی بر بروکرها وجود داره، نداره؟ آیا بایستی از قوانین خاصی تبعیت بکنن یا نکنن؟ بله، در واقع کسی که مورگیج بروکر یا ایجنت میشه، وقتی که لایسنسش رو میگیره، بایستی از یه سری قوانینی که شامل کود آف کانداکتی میشه که توسط مؤسسه مرجع نظارتی خدمات مالی آنتاریو تعیین شده، بایستی از این تبعیت بکنن و در واقع تمام مورگیج ایجنت ها، مورگیج بروکر ها، بروکریج ها و ادمینستریتور هایی که توی بروکریج کار میکنن بایستی از این قوانین تبعیت کنن. هدف این قوانین هستش که مشتری ها پروتکت بشن، در واقع یه محیط امنی رو داشته باشن که بتونن خدمات در واقع مشاوره مالی بگیرن و اگر مشکلی پیش اومد میتونن به این مرجع قانونی در واقع ارجاع کنن و مشکلشون رو به هر حال حل کنن. با در واقع میرسیم تا اسلایدهای بعدی، توضیح میدم که به چه صورت هستش اگر حالا مشکلی پیش اومد. در واقع هدف این کود آف کانداکتی که مؤسسه فدرال خدمات مالی آنتاریو تعیین کرده این هستش که از منافع مشتری حفاظت بشه. بنابراین خیلی از کسایی که آشنا نیستن با این شبکه خوبه که بدونن که حقوقشون همیشه حفاظت میشه. مؤسسه‌ای هست که این کار رو براشون انجام بده و هدف از تمام این قوانین اینه که کلاینت، مشتری بتونه یک گزینه مناسب رو انتخاب کنه برای خودش و تمام صحبت ها و مشاوره هایی که دریافت میکنه بایستی شفاف باشه و مطابق با مقررات باشه. بنابراین اگر مشکلی پیش اومد همیشه میتونن به کلاینت ها میتونن به FSRA فدرال ارجاع کنن و در واقع مشکلشون رو رفع کنن. امیدوارم که هیچ کس مشکلی براش پیش نیاد، ولی توی صحبت هایی که توی گروه مخصوصا شده بود دیدم که یه مقدار افراد راجع به این موضوع که با بروکرها مثلا دیل کردن پیش اومده که مشکل داشتن. گفتم که این رو خدمتتون بگم که بدونین همیشه حقوقتون پروتکت هستش و اگر یه اتفاقی افتاد حتما بدونین که میتونین به این وبسایت fsrao.com ارجاع کنین. امیدوارم که برای هیچ کس هیچ موقعی مشکلی پیش نیاد. حالا به در واقع موضوع اصلی پاورپوینت ما که این پریزنتیشن ما که آلترناتیو چنل هستش و میخوایم برسیم.
به صورت کلی توی بروکرج، شبکه بروکرج، ما به 2 دسته از لندرها دسترسی داریم. لندرهای اول ای لندر یا پرایم لندر هستن، مثل همون چارتر بانک هایی که همه باهاش آشنا هستن، شامل 6 تا بانک اصلی کانادا. این بانک ها از استرس تست تبعیت میکنن و برای همین یه مقدار قوانینی که بر اساس اون به مشتری ها، در واقع مشتری ها رو میان ارزیابی میکنن، سختگیرانه تر هستش. این باعث میشه که میزان لونینگ با توجه به یه مقدار خاص اینکام، درآمد، میزان کل مورگیجی که اپروو میشن شاید نسبت به حالا لندرهای دیگه کمتر باشه، منتها مزیت این رو دارن که ریتشون پایین تره و در واقع گزینه طولانی مدت رو انتخاب کردن. و حالا غیر از این که ریتشون پایین تره، خب همه به بانک ها در واقع اطمینان دارن. اون مسئله تراست خیلی مهم هستش و اینکه با توجه به پایین بودن ریت ها و کلاینت میتونه برای دراز مدت خودش رو توی اون مورگیج ببینه تا اینکه کل مورگیج رو پی آف کنه و پراپرتیش در واقع بدون مورگیج بشه. یکی از همونطوری که گفتم، یکی از در واقع معایب پرایم لندر ها که حالا نمیدونم بهش نمیشه گفت معایب، ولی خب برای بعضی ها مفید نیستش، اینه که میزان لونی که اپروو میشن کمتر هستش. بنابراین اون موقع هستش که بحث یه سری آلترناتیو لندر مطرح میشه، لندرهای جایگزین. لندرهای جایگزین به صورت کلی در واقع قوانین استرس تستشون متفاوت هستش، از لندر به لندر فرق داره، میتونه متفاوت باشه و کمتر سختگیری میکنن در واقع. و خب حالا این سختگیری از یه لحاظ کمک میکنه که میزان مورگیج بالاتر بره، از یه لحاظ دیگه خب ممکنه یه مقدار ریسک روی کلاینت بذاره، به خاطر اینکه زمانی که مثلا اپروو شدن برای مورگیج هنوز مثلا بدهی‌های دیگه ای داشتن یا میزان اینترستشون بالاست، پیمنت های ماهانه‌شون بالاست. خب این برای کلاینت ریسک میاره، ولی مزایای این بلندرها این هستش که کلاینت هایی که شرایط خاص دارن، مثلا کردیتشون پایین هستش یا اینکامشون غیر متداول هستش، حالا میرسیم به این قسمت که اینکام درآمد غیر متداول چی هستش، یا اینکه بدهی نسبتاً بالاتری دارن، این لندرها به این قسم این مشتری ها کمک میکنه که بتونن در واقع به صورت کوتاه مدت یا میان مدت وامی بگیرن که بتونن حالا پراپرتی خونه‌ای که میخوان رو خریداری کنن یا مثلا اگر نیاز دارن ریفایننسی انجام بدن. پس همونطوری که گفتم به صورت کوتاه مدت یا میان مدت هستش و حتما بایستی قبل از وارد شدن به این دنیای آلترناتیو لندرها با متخصص صحبت کنن که ببینن آیا این گزینه براشون گزینه مناسبی هستش یا خیر. همونطوری که گفتم آلترناتیو لندرها رو ما میخوایم اینجا در واقع راجبشون صحبت کنیم. منتها خود آلترناتیو لندرها، لندرهای جایگزین، انواع مختلف دارن. چند تا از گروه های مثلا مهمشون بی لندرها هستن، کردیت یونین ها و پرایوت لندرها. حالا لندرهای دیگه ای هم هستن که من اشاره نکردم، ولی به صورت کلی بی لندرها، کردیت یونین ها و پرایوت لندرها هستن که ما توی این بحث این پرزنتیشن بیشتر روی بی لندرها تمرکز میکنیم. حالا اگر دوستان بعداً سوالی راجع به بقیه آلترناتیو لندرها داشتن میتونم جواب بدیم، ولی فوکسمون فعلا بی لندرها هستش اینجا. حالا سوالی که هست، بی لندرها چجوری میتونن به ما کمک کنن؟ اینجا به صورت کلی من اشاره کردم که چه مواردی رو میتونن بی لندرها کمک کنن. تو اسلایدهای بعدی این رو به صورت مفصل تر توضیح دادم. یکی این که میتونیم با بی لندرها برای
کلاینتی که براش مناسب باشه. بازم تاکید میکنم روی مناسب بودن، به خاطر اینکه ممکنه بالا بردن مورگیج برای یک مشتری درست نباشه به خاطر اینکه نمیتونه پرداخت کنه در آینده، ولی برای کسی که این در آینده خودش رو میبینه که بتونه خودش رو از بیلندر بیاره بیرون ببره ایلندر، یا پیمنت های بیلندر براش اوکی هستش، میتونه به راحتی پرداختش کنه، برای اون شخص مناسب هستش که بره با بیلندر میزان لون بالاتری بگیره. بروس کردیت، کسی که مشکل کردیت داره، کسی که بیزنس فور سلف and unconventional income، کسی که برای خودش بیزنس داره، مثلا کسایی که سول پروپرایتورشیپ دارن یا کورپوریشن دارن، تازه شروع کردن یا سالها دارن، حالا میرسیم بهش و اینو بیشتر بحث میکنیم. نیو کانستراکشن، یه سری پروگرام هایی هستش برای پراپرتی هایی که تازه ساخته شده، و second mortgage or line of credit، second line of credit، network program و graduation program. اینها رو بیشتر توضیح میدم در اسلایدهای بعدی. خب اولین آپشنی که بیلندر ها میتونن کمک کنن اینه که گفتم میزان لون رو میتونیم افزایش بدیم. برای مثلا همین موضوعی که آقای اسماعیلی اشاره کردن، یکی از دوستانی که مثلا 1,500,000 اپروو بودن، یهو ریتشون اکسپایر شده. اگر مثلا نیو کانستراکشن بوده 2 ماه بعد آماده شده، یا پراپرتی که میخواستن و دیرتر پیدا کردن، چنین شخصی بازم باید بررسی ها رو انجام بده. اگر براش مناسب باشه بایستی بره با بیلندر. اگر واقعا میخواد اون پراپرتی رو کلوز کنه میتونه با بیلندر کلوز کنه. خب چرا میتونه این اتفاق میافته؟ به خاطر اینکه همونطوری که گفتم بیلندرها یه مقدار، ببخشید من برم، همونطوری که گفتم بیلندرها در واقع اون کرایتریایی که معیاری که بر اساسش بر اساسش لند میکنن یه مقدار آسان‌تر میگیره. یعنی همونطوری که میدونین 2 تا ریشیو هستش که مهم هست توی مورگیج، GDS و TDS. اینها در واقع میاد میزان بدهی به اینکام شخص رو مشخص میکنه که بایستی از یه میزانی کمتر باشه. مثلا ایلندرها به صورت کلی بخوام بگم 39-44 هستش، حالا ممکنه یه مقدار بالاتر هم باشه، 39-44، ولی برای بیلندر ها ما تا 60 میتونیم بالا بریم. این یه دلیل هستش که میزان لون رو میتونیم ببریم بالا. و اینکه امورتایزیشن طول دوره زندگی مورگیجتون، امورتایزیشن میتونیم به جای 25 یا 30 سال که توی روی ای ساید میبینیم تا 40 سال در واقع اکستند کنیم. این باعث میشه که خب کلاینت یهو برای میزان بالاتری از مورگیج اپروو بشه. مثال میزنم، کسی که حدوداً 100,000 تا اینکام داره با ایلندر حدوداً 450 تا الان میتونه بگیره با توجه به استرس تست، ولی با بیلندر میتونه 570 تا شاید هم حتی یه میزانی بالاتر دریافت کنه. بنابراین این هستش که یکی از مواردی هستش که بایستی در نظر بگیریم. اگر که برای کلاینت مناسب هست بیلندر میتونه کمک کنه. فکر میکنم یک نفری میوت نکرده. خب این من از هم اصرایی میکنم. خواهش خانم لادن ما صداتون رو نداریم. من ندارم، حالا نمیدونم بقیه دوستان صدای خانم قاسمی رو دارن یا نه. فکر میکنم الان صدامو داریم. بله بله. خودتون رو فکر کنم از اول این قسمت رو بعد توضیح بدم.
بروس کردیت برای یکی دیگه از مواردی که بیلندرها میتونن کمک کنن در رابطه با کسانی هستش که مشکل کردیت دارن. بهش اصطلاحاً میگن بروس کردیت. کلاینتی که به صورت موقت مشکلی پیش اومده، میس پیمنتی داشتن یا حالا حادثه‌ای پیش اومده که کردیتشون اومده پایین، یا هیستوری بانکراپسی داشتن، یا کالکشن، جاجمنت، میس پیمنت یا اوپن پروپوزال. همه اینها مواردی هستش که بیلندر میتونه کمک کنه. خیلی از مواقع ایلندر به خاطر حتی یکی از این موارد، مثلا کسی که بانکراپسی داره یا کارنت کالکشن داره، فایل رو رد میکنن. منتها بیلندرها دوست دارن، خیلی هاشون اصلا متمرکز به این هستن که به کلاینت ها کمک کنن کردیتشون رو خوب کنن و بتونن ترانسفر کنن در آینده بعد از 1-2 سال به در واقع ایلندر. بنابراین این پروگرامی که بیلندر ها دارن برای چنین افرادی خیلی مفید هستش، چون مثلا کسی که کردیتش اومده پایین یا کسی که بانکراپسی داره، برای اینکه کردیتش رو بسازه حداقل 2 تا اکتیو ترید لاین میخواد. حالا اگر که بتونه مورگیج بگیره، یه آپشن خیلی خوب هستش که بتونه کردیتش رو دوباره بسازه و بیاره برسونه به حدی که کافی باشه برای ایلندر. مورد بعدی که بیلندرها میتونن کمک کنن در رابطه با این، البته موردی هستش که خیلی زیاد ما میبینیم این روزها، بیزنس فور سلف و unconventional income. بیزنس فور سلف برای کسایی که بیزنس خودشون رو دارن، معمولا با در واقع مشاوره حسابدارشون یه میزانی اکسپنس رو رد میکنن و در واقع سعی میکنن که تکسشون رو اپتیمایز کنن، بهینه کنن و بیارن به حداقل برسونن و این اصلا مشکلی نیستش. منتها بانک ها میان نگاه میکنن که ببینن که چقدر شما اینکامی داشتید که روش تکس دادید و بعد از تکس چقدر بوده. بیلندر ها اومدن این آپشن رو گذاشتن که شما میتونین خودتون بگین که اوکی، بر اساس بانک استیتمنت من 6 ماه یا 12 ماه اینها دیپازیت های من بوده و اکسپنس های واقعی من این هستش. یعنی شما لازم نیست تمام اکسپنس هایی که روی تکستون گزارش میکنین رو برای بیلندر گزارش کنین. تنها چیزایی که کامن سنس هستش، اون اکسپنس هایی که کامن سنس هست توی اون بیزنس معمولا بایستی کم بشه، اونها رو شما میتونین کم کنین و این خیلی کمک میکنه به این کلاینت ها که اینکامشون رو بالاتر گزارش کنن و بر اساس اینکام واقعیشون اپروو بشن. خیلی از موارد کسایی که بیزنس فور سلف دارن سالها ترجیح میدن با بیلندر بمونن، چون با حسابدارشون مشورت میکنن، میبینن که اوکی اگر که از اون ور کمتر تکس بدن ولی اینترست بالاتر بدن، براشون به صرفه تره تا اینکه تکس بالاتر بدن و برن با بانک. بنابراین این آپشن خیلی خوبی هست بیلندرها برای کسایی که بیزنس خودشون رو دارن. و حالا غیر از کسایی که بیزنس خودشونو دارن، کسایی که unconventional income دارن، مثلا کسی که جدیدن مثلا بیزنسش رو عوض کرده، سول پروپرایترشیپ بوده شده کورپوریشن، بیلندر هایی هستش که میتونن چنین چیزی رو، چنین نوع اینکامی رو قبول میکنن. و مثلا کسی که سیزنال اینکام بوده، مثلا 4 ماه درآمد نداشته، مثلا توی تابستون کار کرده، دوباره وقتی هوا سرد شده دوباره کار نکرده. مثلا کسایی که توی لندسکیپینگ کار میکنن، بیلندرها میتونن به این از اون کمک کنن. کامیشن اینکام، مثلا برای کسایی که مثل خود ما ریال استیت ایجنت یا مورگیج بروکر هستن، کامیشن اینکام میگیرن، یه مقدار ایلندرها سخت‌تر هستش، بر اساس حالا داکیومنت های بیشتر هستش. روی بی سایت با T4A مدارک کمتری امکانش هستش که براشون مورگیج بگیریم و برای میزان بالاتری اپرووشون کنیم. این یکی دیگه از مواردی بود که بیلندر میتونه کمک کنه.
یه موردی که این روزها مخصوصا زیاد میبینیم نیو کانستراکشن پروگرامه که تعداد بیلندرهایی که این پروگرام ها اضافه کردن هر روز داره بیشتر میشه. قبلا فقط 2 بود، الان تعدادشون بیشتر شده. در واقع توی این پروگرام میگن که خب شما نیو کانستراکشن مثلا فردی 2 سال پیش خریده با قیمت مثلا 500 ببخشید با قیمت 500,000 تا، الان قیمت پراپرتی رفته بالا شده مثلا 700 تا، ولی ایشون بایستی بر اساس همون 500 تا مورگیج بگیره اگر تشریف ببرن بانک. منتها اگر میزان بیشتری در واقع لون بخوان و بخوان کمتر داون پیمنت بذارن، میتونن برن بیلندر. بعضی از بیلندرها این کار انجام میدن که بر اساس current market value میان بهشون مورگیج میدن. LTV میتونه تا حتی 80% هم بره بالا، منتها میزان مورگیج نمیتونه بیشتر از میزان خرید باشه، خرید اولیه بشه. میتونه مساوی با میزان خرید اولیه بشه. مثلا شما 500 تا خریدین، همون 500 تا رو اگه پراپرتی به اندازه کافی ایکویتی داشته باشه میتونین همون 500 تا رو مورگیج بگیرین. یه پروگرام خیلی خوب هستش که به خیلی از عزیزان کمک کرده، گفتم این رو هم منشن کنم. یکی دیگه از مواردی که این روزها مخصوصا با شرایط کنونی بازار که ریت ها خیلی رفته بالا در مقایسه با مثلا 2-3 سال پیش، نیاز به سکن مورگیج یا سکن لاین آف کردیت هستش. یعنی اینکه شما میتونین مورگیج اولیه‌تون رو، مثلا مورگیج اولیه با ایلندر هستش، ریتش خیلی مناسبه، نزدیک مثلا 3-4%، الان ریت ها شده نزدیک 6%. خب اگر اون فرد نیاز داشته باشه که ایکویتی از پراپرتیش بخواد بکشه بیرون، نمیخواد در واقع اون مورگیج اولیه‌اش رو از دست بده، ریت اولیه‌اش از دست بده، چون همونطور که میدونین اگر بخوان ریفایننس بکنن، مثلا مورگیج با CIBC بخوان برن CIBC با CIBC ریفایننس کنن و مورگیج رو بشکنن، یا یه سکند لاین آف کردیت میتونن سکند چارج بذارن، منتها بایستی الیجیبل بشن. الان نه تنها ریت رفته بالا، استرس تست هم سختگیرانه تر شده، چون همون ریت به علاوه 2 ممکن با همون CIBC نتونن ریفایننس کنن به هیچ وجه. بنابراین نیاز به یه سکند مورگیجی که به مورگیج اول دست نزنه پیدا شده. بعضی ترجیح میدن مورگیج بگیرن، بعضی ترجیح میدن لاین آف کردیت بگیرن، بستگی به نیاز هر کسی داره. اگر که مثلا لامسام بخوان مورگیج بهتره، اگر که فقط اکسس بخوان ممکنه استفاده کنن، ممکنه نه لاین آف کردیت. منتها خوبی این پروگرام اینه که به مورگیج اولتون دست زده نمیشه، همونجوری که هست میمونه و شما سکند پوزیشن یه چارجی میذارن روی پراپرتیتون برای در واقع لاین آف کردیت که شما میتونید تا 80% ارزش پراپرتی در واقع ریفایننس بکنین، سکند مورگیج رو بگیرین و روش بسیار خوبیه که بهتون اکسس به فاند میده و مخصوصا برای کسایی که دت با اینترست خیلی بالا دارن، مثلا روی unsecured line of credit یا credit card. این آپشن میتونه خیلی کمک کنه برای دت کانسالیدیشن در واقع. و در این حال روی مورگیج اولتون هم هیچ افکتی نداره. حالا توی این زمینه توی این مورد میتونه این آپشن به هر حال کوتاه تا میان مدت هستش. وقتی که ریت ها در آینده اومد پایین، کلاینت میتونه ریفایننس کنه با همون لندر خودش، ایلندر خودش، در واقع مورگیج اول و دوم رو اقدام کنه و خب به این طریق ریتش رو کم کنه. اکثر این بیلندرها، یعنی بهتر بگم همشون، به این صورت طراحی شدن همونطوری که گفتم که برای کوتاه مدت تا میان مدت. ترمایی که معمولا میبینیم توی بیلندر 1 ساله، 2 ساله، دیگه مکسیموم 3 ساله باشه، چون هدف اینه که کلاینت آماده بشه بره بعداً بره به ایلندر که به هر حال ریتش بیاد پایین‌تر و افوردبل تر باشه. بنابراین بهش میگن graduation program. بعضی از لندرها اصلا همین اسم رو روش گذاشتن، هم بی سایت دارن هم ای سایت و یه سری پروگرام graduation دارن که
کلاینت میتونه با همون لندر بمونه ولی از ساید B بره به A. ولی به صورت کلی همه بی لندرها هدف همین هستش که کلاینت در آینده بره A. منتها همونطوری که گفتم بعضی از کلاینت ها به خاطر شرایط خاصشون ترجیح میدن با بی لندر بمونن از آنگه است که بتونن در واقع توانایی اینو داشته باشن که پیمنت های بی لندر رو بدن و براشون به صرفه تر باشه. بنابراین برای کسایی که اپورتونیتی اینو دارن که یه پراپرتی با قیمت خوب پیدا کنن ولی الان اون برای اون میزان مورگیجی که نیاز دارن اپروو نمیشن، بیلندر میتونه کمک کنه که وارد خونه دلخواهشون بشن، 1-2 سال با بیلندر بمونن، آماده بشن و بعد ریفایننس کنن به ایلندر. آخرین در واقع مزیت یا پروگرام هایی که بیلندر داره و میخوام بهش اشاره کنم نتورک پروگرام هستش. این یه چیزیه که جدیداً خیلی پاپولار شده، اضافه کردن بیلندرها. اینه برای کسایی که لو اینکام اصلا ندارن یا اینکام بسیار پایینی دارن، اومدن توی این پروگرام گفتن که اگر که لون تو ولیو شما کمتر از 65% باشه و شما به اندازه کافی توی اکانتتون برای طول دوره مورگیجی که میخواین بگیرین داشته باشین، میان و بهتون در واقع مورگیج میدن. این تقریبا شبیه پرایوت لندر ها هستش، چون پرایوت لندر ها هم بیشترشون مهمه که شما به اندازه کافی داشته باشین که بتونین پیمنت ها رو بدین برای اون طول دوره و اینکه یه اگزیت استراتژی داشته باشید، یعنی اینکه در آینده چجوری میخواین از این مورگیج بیاین بیرون، چجوری میخواین پیافش کنین. این هم تقریبا شبیه همون هستش، منتها ریتش بهتر هست و با توجه به شرایط کنونی بازار برای اینکه به کلاینت ها کمک بشه این رو اضافه کردن روی بی سایت هم که در واقع شما کافی هستش که برای 1 تا 3 سال به اندازه مورگیج پیمنتتون، پرینسیپال اینترست و پراپرتی تکس و اگر کاندو فیتون توی اکانت داشته باشید و به این ترتیب میتونین مورگیجی میخواین رو دریافت کنید. بعد برای مورگیجایی که میزانشون پایین هستش، LTV loan to value کمتر از 65% هست، این مورد رو میشه انجام داد. و این آخرین موردی بود که در مورد بیلندرها، پروگرامی بود که در مورد بیلندرها میخواستم اشاره کنم. حالا بعد اگر سوالی داشتین راجع به هر کدوم از پروگرام در خدمتتون هستم. فقط یکی دیگه از آلترناتیو لندرهایی که بد نیست بهش اشاره کنیم، لندرهایی هستش که ریورس مورگیج ارائه میکنن. بعضی از دوستان آشنا هستن. این ریورس مورگیج در واقع برای کسایی که 55 سال یا بالاتر دارن مناسب هستش، یعنی اصلا ارائه میشه برای یکی از کرایتریا هاش هستش. در واقع کسایی که بازنشسته شدن یا توی پروسه بازنشسته شدن هستن و در واقع میخوان یه مقدار اکویتی از خونشون بکشن بیرون. حالا دلیلش میتونه مثلا یه بدهی باشه یا یه امرجنسی فاندی باشه یا هر دلیلی. اگه میزانش کوچیک باشه، یعنی لون تو ولیو بایستی پایین باشه توی این پروگرام، ولی یه آپشنی هست که کمک میکنه به عزیزانی که بازنشسته شدن یا درآمدشون پایینتر هستش و بخوان در واقع یه مورگیجی بگیرن بدون اینکام. ریورس مورگیج میتونه بهشون کمک کنه. البته برای همه نیستش، برای افراد خاصی هستش. خیلی راجع به ریورس مورگیج صحبت نمی کنم چون موضوع بحث امروز نیستش و خواستم بهش اشاره کنم که این آپشن هم برای کسانی که نیاز دارن وجود داره. مرسی از وقتی که گذاشتین، خیلی ممنون. سوالی داشتین در خدمت. خیلی ممنون خانم قاسمی. لادن جان عزیز، بحثای بسیار بسیار جالبی بود، من خودم استفاده کردم. دوست دارم سوالات دوستان رو بشنویم با هم. مطمئنم که سوال زیاد دارن. البته اگر آقای اسماعیلی محبت کنید منو کوهست بکنید
که منم دسترسی داشته باشم به دوستانی که سوال میپرسن، شاید یه مقداری مدیریتش راحت تر باشه. فقط اجازه میخوام ازتون خیلی خیلی خلاصه چند تا مورد رو من یادداشت کردم چون احتمال میدم که جزء سوالها باشه. سریع خدمتتون بگم. اولین نکته که گفتید برای کسانی که کردیتشون به دلیلی مشکل پیدا کرده، واقعا موقعی که این افراد میان بانک، خود ما بهشون پیشنهاد میکنیم که برن سراغ بیلندر. کسی که پروپوزال داشته، کسی که بانکراپسی داشته، بانک حاضر نمیشه به اینا مورگیج بده، هرچند که سالها گذشته الان. حالا بالاخره یک در واقع محدود، یعنی یک، دنبال کلمه فارسیش دارم میگردم، کرایتریایی داره که اگر اون رو بهش نرسن، بانک خودش کلاینت رو ارجاع میده به بیلندر، چون نمیتونن اینها از بانک مورگیج بگیرن تا 1-2 سال که بگذره، اسکورشون خوب بشه، کردیتشون بهتر بشه، دوباره برگردن بانک. در مورد بیزنس فور سلف که کلاینت هایی که بیزنس خودشون رو دارن و سیزنال اینکام دارن، ببینید همه اینها رو بانک پروگرام داره. یعنی اینطوری نیستش که شما فکر کنید من اگر سلف ایمپلوید هستم پس دیگه بانک نرم، برم پیش بیلندر. ولی نکته اینجاست که حتی بین بانک ها وقتی که شما سلف ایمپلوید هستید، پروگرام های حتی بانک ها با هم متفاوته. توی یه بانکی ممکنه مورگیج بیشتری بتونید بگیرید، توی یه بانکی مورگیج کمتری بگیرید. و خیلی وقتا ما میبینیم که همین کلاینت با همین درآمدی که نشون داده وقتی میره سمت بی سایت، رقم بهتری و مورگیج بیشتری میتونه بگیره. یعنی این نکته خیلی مهمه. ولی همه آپشن ها برای شما بازه و میتونید نگاه بکنید که با توجه به شرایطتون کجا بهترین مورگیج رو میتونید بگیرید. در مورد اینکه سکند مورگیج بیلندر ها میدن و شما اشاره کردید که اگر با بانک باشه مجبورن مورگیجشون رو بشکنن، نه اینطور نیست. اشاره کردم، گفتم که بایستی الیجیبل بشن، حتی ممکنه سکند چارج با همون بانک باشه و مورگیج اولشون چیز نشه، در واقع تأثیری رو مورگیج اول نذاره، ولی باید الیجیبل بشن. درسته، بحث الیجیبیلیتی هست دیگه، برای اینکه بانک ها قطعا استرس تست رو حساب میکنن. موقعی که فرد مورگیج داره، اون مقداری که مورگیج فعلیش هست و پیمنت داره انجام میشه، استرس تست روی اون نمیخوره، فقط روی اون مقداری که میخواد مورگیج جدید بگیره. یعنی همین تکنیکی که شما استفاده میکنید که فرد مورگیج اول، مورگیج دوم، مورگیج سوم، همین کار رو توی بانک هم با همون پراپرتی میشه انجام داد. ولی طبیعتاً وقتی که کلاینت برای مورگیج دومش سراغ بیلندر بره، آپشن های بیشتری ممکنه براش فراهم باشه. پروگرام های نتورک از پروگرام های خیلی خیلی مطرح و مطلوب کلاینت های بانک هست. همه بانک ها دارنش، باز شکلاشون متفاوته و من خیلی خوشحالم که الان بی سایت خیلی از در واقع شرکت ها دارن این رو ارائه میکنن. چون از من بپرسید، خیلی خیلی از کلاینت هایی که فکر میکنن نمیتونن مورگیج بگیرن و درآمد کافی ندارن، خیلی راحت زیر این پروگرام الیجیبل میشن. شاید حتی خوب باشه که یه سمینار بذاریم، یه وبینار راجع به فقط این پروگرام و ریورس مورگیج صحبت بکنیم، برای اینکه ریورس مورگیج هم از آپشن هاییه که خیلی به کار میاد برای کسانی که سنشون بالای، درآمدشون تموم شده، مثلا به بازنشستگی رسیدن یا درآمدشون خیلی کمه. فقط به عنوان یک در واقع مزاح آخر صحبت هم یکی از دوستان در مورد ریورس مورگیج چند وقت پیش یه سمیناری گذاشته بودن، چون محدودیت سنی داره دیگه، باید حداقل کسی که صاحب خونه است از 55 سال بیشتر باشه. یک کلاینتی داشتن که ایشون 65 سالشون بود و اومده بودن و ریورس مورگیج میخواستن، خانمشون 40 سالشون بود، بنابراین الیجیبل نمیشدن، برای اینکه روی خونه هایی که ریورس مورگیج گرفته میشه همه کسانی که روی تایتل هستن باید مینیمم 55 باشن. به هر صورت ممنون، من منتظرم اگر سوالی رو ببینیم خدمتتون باشیم با توضیحات شما.
آقای اسماعیلی شما طرف خودتون بله سوال. بله من نه، ولی من دارم میبینم دو تا از دوستان دست بلند کردن، نمیدونم شما میبینید یا نه. نفر اول جناب آقای بر اساس اون چیزی که میدم احسان فقیه. اگر خودتون آنمیوت بفرمایید سوالتون در خدمتتون است. سلام عرض میکنم. سلام از باز. سلام آقا، شبتون بخیر. شما چند ساعت از ما عقب ترین؟ سلام، اینجا ساعت 5:10 3 ساعت. خوبی خیلی شما بیتا خانم؟ خوشحالم همگی رو میبینم. من امروز یه بحث جدید، من خودم معرفی کنم، مورگیج اسپشیالیست CIBC هستم. خیلی ممنون، صحبت‌های خوبی امروز مطرح شد. یه بحث جدیدی یکی از ریلتورها تو BC در استان BC از من پرسید و من اینو اصلا توی CIBC که حداقل ما همچین چیزی رو نداریم، گفتم که هم از اطلاعات در از میزبانمون که راجع به بیلندرها کامل توضیح دادن استفاده کنیم، هم اگر شما از اسکوچیا میدونید اونم راجع به ریت بای داون بود. من تصورم این چیزی که خب مصطلح هستش تو بانک ها اینه که بعضی بانک ها اجازه میدن که اون مورگیج اسپشیالیست، حالا چه مورگیج بروکر باشه چه برای خود بانک، در از کامیشن خودش به مبلغی رو شیر بکنه و بتونه ریت رو بیاره پایین که معمولا در حد 10 و 20 یه تولرانس خیلی کمی داره. ایشون به من گفتن که نه، چیزی که الان عرف شده اینه که در حد مثلا 2%، یه عدد خیلی بزرگی سلر، فروشنده میاد به خریدار میگه که من به مدت مثلا اگه تو یه ترم 1 ساله یا 2 ساله مثلا فرض کن برداری، یا مثلا 3 ساله، من اون اختلاف ریت رو به اندازه 2% هر چقدر پیمنتش میشه به تو تخفیف میدم. روز فاندینگ دیتمون اون استیتمنت آف ادجاستمنتی که وضع میشه اونجا این مبلغ ذکر میشه و از اون ور بانک به جای که الان با استرس فرض کنید 9% بخواد کارو انجام بده، طبق اون برگه و این دم و تشکیلات میاد 2% کمتر با استرس مثلا 7%، یا حالا هر چقدر که اون بر سلر تونسته بای داون بکنه. این خیلی واسه من جدید بود و ایشون میگفتش که یه همکار کاناداییشون میگه این کار رو مثلا 20 سال پیش هم میکردم، اون موقع که من اصلا تو کار مورگیج هم نبودم. این خیلی بحث واسه ما جدید بود، چون میدونم که تو CIBC اصلا ما همچین چیزی رو نداریم. میخوام ببینم تو اسکوشیا و اینکه در از دوستمون همکارمون تو بانک‌های دیگه هم چنل‌های دیگه رو اکسس دارن، همچین چیزی رو اصلا شنیدن و همچین چیزی وجود داره یا این اشتباهه؟ اجازه میدید من جواب بدم خدمتتون. توی بانک ها اینو ندارن، یعنی به این صورت نیستش که سلر تخفیف بده و بانک بیاد ریتو پایین تر ببره، ولی این کار رو به نوعی انجام میدن که در واقع میگه مقدار مورگیج رو روش تاثیر نمیذاره، برای اینکه بانک ریتش رو پایین نمیاره، برای اینکه بانک تابع قوانین استرس تسته. ولی میان حساب میکنن، میگن مثلا ریت تو الان 6%، اگر این ریت 5% میشد، تفاوت پیمنت توی 5 سال آینده، معمولا هم روی 5 سال کار نمیکنه ها، روی مورگیج های خیلی کوتاه مدت 1 ساله و 2 ساله کار میکنه. میگه که روی مثلا این مورگیج 1 ساله تفاوت نرخ 5 و 6 این مقداره، من میام این مقدار رو تو به جای اینکه مورگیج بیشتری میدی، میام این رو از این طرف بهت تخفیف میدم که تو بتونی مورگیج کوچیکتری بگیری. یعنی این یه محاسبه بیهایند سینه، غیر قانونی هم نیست، به خصوص اگر توی استیتمنت آف ادجاستمنت بیاد، ولی کلاینت توی ریتش توی بانک تخفیف نمیگیره، فقط کلاینت مورگیج کوچیکتری میگیره برای اینکه خریدش کوچیکتر میشه، برای اینکه دیسکانت در از گرفته. دقیقاً. منم اتفاقا تاکید داشتم که میگفتم یه همچین چیزیه. احتمالاً ایشون خیلی مصر بودن که میگفتن نه، ریت بانک میاد پایین، چون تو مورگیج اپلیکیشن هایی که نرم افزاری که ما داریم مثل شما حتما همچین چیزی اجازه به ما نمیده که ما بیایم ریت نهایی رو به این شکل کم کنیم. با هر ریتی که هست خودش اتومات 2% هم بهش اضافه میشه و کلکولیشن ها میره جلو. حالا میخوام ببینم
بجز بانک‌هایی که من و شما کار کردیم، آیا همکارمون احیانا همچین چیزی رو تو اپلیکیشن‌هاشون، تو اپ‌های مختلف چنل‌های دیگه همچین چیزی رو دیدن، یا این یه چیزیه که کامل رده؟ آره، اگر که لاتن جان، اگر شما همچین چیزی رو دیدید، چون که خب من همونطور که میدونید بانک مونترال، CIBC و اسکوشیا کار کردم، هیچ وقت همچین چیزی رو ندیدم. فکر میکنم تارا جان هم توی گروه باشن، اگر ایشون هم در مورد RBC به ما بگن و لادن جان توی بی سایت اگر شنیده باشن، اتفاقا خوبه که بتونیم یه همچین اطلاعاتی رو شیر بکنیم. نه راستش من آشنا نیستم با این روش. نه. جناب احسان، من یه کامنتی رو بدم اینجا. ببینید، اگر اشتباه نکنم شما میفرمایید وقتی که این تحقیق رو میدن روی استرس تست برای محاسبه تاثیر میذاره، درسته؟ اینطوری که میگن که من خودم احساس کنم این بله. حرف درست نیست، من ولی دقیقا آره همین نکته رو میخوام اشاره بکنم. به اعتقاد من هم درست نیست. حالا من الان توی مورگیج نیستم، توی ریال استیتم. برای اینکه استرس تست رو وقتی که اعمال میکنن روی 25 تا 30 سال اعمال میکنن، نه 2 سال، 3 سال، 5 سال. بنابراین من فکر میکنم که اظهارات ایشون برداشت اشتباه بوده ازش. نکته خیلی خیلی خوبی رو گفتید آقا. دقیقاً نکته خوب امورتایزیشن هستش که دقیقاً که رو امورتایزیشن نه رو ترم. قطعا ایلندر نخواهد بود. حالا اگر چون پرایوت هم که حالا درآمد رو لازم ندارم، ولی اگر بیلندری باشه، اونم که حالا لادن خانم و اینا نمیشناسم، پس یه بیلندری شاید مثلا از 100 تا یه دونه تو کانادا پیدا شده همچین کاری رو کرده، اینا هم به گوششون خورده. یه حالت دیگه هم هستم، نمیدونم خانم لادن الان خاطرم نیست اشاره کردن یا نه. یک سری از کردیت یونین ها پروگرامی دارن به اسم نان B20، یعنی که استرس تست رو حساب نمی‌کنن، مثلا میان نرخی که میدن حساب میکنن. شاید یه سوء تفاهم اینجوری بود. بله. مثل تا اونجا که من میدونم دوکا توی شرایط خاصی برای یه سری از کلاینت ها استرس تست رو حساب نمیکنه. در واقع این موضوعی که فرمودین میان با کانترکت ریت، در واقع 2 رو بهش اضافه نمیکنن، با کانترکت ریت میان کلاینت رو کوالیفای میکنن. هنوز یه کرایتریایی دارن، منتها یه مقدار متفاوت هست. بله. سوال خیلی جالبی بود، ممنون. خیلی ممنون از همگی. نفر دومی که میبینم دستشون بالاست آقای احسان محیطی. سلام عرض میکنم خدمت دوستان و عرض شب بخیر. البته برای ما شب هست الان. من سوالم خیلی پیشرفته نیست در اصطلاح، من چون کارم مثلا تخصصی نیست، فقط دنبال میکنم و سعی میکنم یاد بگیرم که یه جایی به کارمون بیاد و استفاده بکنیم. بالاخره برای هر کسی حداقل یه بار اتفاق خواهد افتاد که اینجا بخواد خونه بخره و این مراحل رو بالاخره آشنایی داشته باشه. یه مورد در مورد کردیت اسکور، من سوال برام هستش که این میگن که کردیت اسکور خوب باشه، بعد من که سرچش کردم دیدم که حکایت ها مختلفه. اصلا به یه سوال کلی بپرسم که اون چیزی که در اصطلاح مینیمم ریکوایرمنت برای کردیت اسکور که مشکلی در اصطلاح برای شروع پروسه وام گرفتن ایجاد نکنه چقدر هستش؟ یعنی یک ریتی داره یا نه اصلا قابل استناد نیست به یه عدد خاصی، چیز نسبیه؟ یعنی ممکنه برای یه نفر یه عددی باشه، برای یه نفر با یه درآمد دیگه عدد دیگه‌ای باشه. سوال دومم من بپرسم که دیگه خیلی وقت رو نگیرم. یه چیز سرانگشتی که من پیدا کردم در مورد محاسبه میزان وام، چون من تو پروسه خریدن هستم، هی دارم بررسی میکنم که ببینم زورم میرسه یا نمیرسه. خیلی عامیانه این صحبت. تقریبا یه چیزی هولوش 4.5 برابر درآمد سالیانه. البته خانم گرشاسبی یه بارم توی گروه یه چیز رو توضیح دادم برای فرست هوم بایر، تقریبا از همین فرمول بود. 4.5 برابر میزان درآمد سالیانه بیفور تکس میشه رو اون عدد تو اون هولوش با ریتی که امروز داریم به عنوان وام حساب کرد. منتها من هرچی که این کیس هایی که در سر افرادی که میان شیر میکنن دیتاشون رو بررسی میکنم، تقریبا بدون استثنا همشون زیر این عددا وام ها اپروو میشه. مثلا ببینم اون هم دلیلی داره یا نه اون ریت 4.5 برابره درست نیست. مرسی از توضیحات همه دوستان. لادن جان شما پاسخ میدین؟ من برای بی ساید رو بگم، شما اگر لطف کنید برای ساید رو بگین.
در رابطه با مینیموم بی ساید، همطوری که گفتین خیلی مینیمومی نداره بی ساید. در واقع هر چقدر کردیتتون بره پایین تر، باز هم میتونیم آپشنی براتون پیدا بکنیم که در واقع بتون بهتون کمک کنه. این بی ساید هست فقط. مثلا کردیتی که حدود 500 باشه تقریبا دیگه خیلی پایینه، باز هم آپشن هست. از اونگه که شما درآمد داشته باشین، بتونین پیمنت ها رو پرداخت کنین، لندر هایی هستش که بتونن بهتون کمک کنن. منتها برای ایسا که ویتا جون براتون توضیح میدن، بایستی یه مقدار کردیت خوب باشه، توی رده خوب باشه. حالا شما ویتا جون راجع به این صحبت کنین. خواهش میکنم. دومین سوال راجع به مقدار وامی که اپروف میشن افراد. بله، میزان وامی که افراد قبول میشن، خب همونطور که گفتین به صورت سرانگشتی با ایلندر 4.5% هستش. شما بخواین ببرینش بی لندر، میتونین این عدد رو به صورت سرانگشتی 5.5 تا 6 برابرش کنید. ولی این سرانگشتی هستش. احتمالش هستش که کسایی که مثلا به شما گفتن میزانی که مورگیج اپروف شدن، بدهی دیگه ای داشتن، ممکنه مثلا یه لاین اپ کردیت داشتن، کارلون داشتن، همه اینا تاثیر میذاره. 4.5 یه عدد خیلی کلی هستش که برای کسی که هیچ بدهی نداشته باشه. درسته. من در مورد قسمت اول خدمتتون بگم، توی بانک‌ها من یادم هست سالهایی که کسی که اسکورش بالای 600 بود میتونست مورگیج بگیره. الان دیگه این مینیموم 650. حالا باز میگم ممکنه هنوز بانکایی باشن که زیر 650 هم قبول کنن، اما اینم خودش کلی اما و اگر داره. من کلاینتی داشتم که اسکورش 720 بوده. وقتی که اومدیم اسکور رو، یعنی کردیت ریپورت رو گرفتیم، دیدیم 3 سال پیش پروپوزال داشته. الان اسکورش خوبه، برای اینکه با وجود اینکه پروپوزال داشته، 2 تا یعنی یک کردیت کارت داشته، یه دونه مورگیج داشته، چون بهش گفتن خب مورگیج رو نگه دار، یک کردیت کارت هم میذاریم نگه داری. تو طول 2 سال کردیتش رو خیلی خوب برده بود بالا، ولی پروپوزال انقدر جدید بود که بانک حاضر نشد به این مورگیج بده. ولی کلاینت دیگه هم داشتم که اسکورش پایین بوده. وقتی نگاه کردیم دیدیم همه این اسکورای پایین به این دلیل بوده که خیلی از کردیتاش استفاده کرده بوده، ولی همه رو به موقع پرداخت میکرده. این باعث شده اسکور بیاد پایین. علت اینم که این اسکورا پر بوده برای این بوده که یه مشکل خانوادگی، یه بیماری تو خانواده پیش اومده بوده و هزینه های، یعنی یه توضیحی پشت سر این کردیت اسکور دادیم که اون اسکور پایین رو بانک خیلی راحت قبول کرد. منتها میگم بازم دیگه 650 اون مینیمومه دیگه. ولی موقعی که میره بالا، واقعیت اینه که بین 700 و 800 و 900 عملا تفاوتی وجود نداره. هرچند این روزا بعضی از بانک‌ها یه محدودیتی گذاشتن. مثلا من میخوام بهتون بگم توی بانک اسکوشیا الان یه جایی تو صحبت‌های لادنجان گفتن که اون TDSR debt ratio، یعنی نسبت هزینه به درآمد توی بانک ها این حدود 44% باید باشه. مثلا اسکوشیا یه پروموشنی داره، میگه برای کلاینت هایی که اسکورشون بالای 800 ما این نسبت رو تا 50% هم بالا میبریم. یعنی آره خیلی خیلی کمک میکنه. اصلا سر همین قضیه دیگه، اینکه همه میدونن دیگه توی این تابستون گذشته در یک مقطعی ریتای اسکوشیا انقدر بالاتر از بانک‌های دیگه بود که اصلا من هر کی به من زنگ میزد میگفتم ببخشید من شرمندم، من خجالت میکشم میخوام ریتو بهتون بگم، ولی دیگه روم دیوار ریتمون اینه. با وجود این ما داشتیم مورگیج انجام میدادیم. چرا؟ برای اینکه به خاطر همین پروموشن ما داشتیم مقدار بیشتری مورگیج اپروف میکردیم. این درست برمیگرده به بله 4.5 برابر. الان با توجه به ریت های الان فرانگشتیش 4.5 برابره. قبلا که ریت ها حدود مثلا 1.5% بود، این تا 6% هم تا 6 برابرم من خودم مورگیج دادم توی سالهای مثلا 20-21. ولی به شدت یعنی به شدت تابع هزینه ها و نوع درآمد فرده.
موقعی ما میگیم که شما 4.5 برابر درآمدتون میتونید مورگیج بگیرید که یه درآمد سالری دارید مشخص، آخر سالم بونس نمیگیرید، اوورتایم هم ندارید، شیفت شب هم ندارید، فلان هم نیستش، فقط هم این درآمده. مثلا بچه ندارید که بگیرید در درآمد حساب. در کنارش اون طرف مثلا لیز ماشین ندارید، استودنت لاین آف کردیت ندارید، همه اینا نگاه میشه، بعد میگیم که میرسیم به اون 4.5 برابره. ولی یه نفر میاد میگه که نه من درآمدم اینقدره ولی اینقدرش اوورتایمه که بانک اصلا قبول نمیکنه، میاد از 4.5 برابر پایین‌تر. یا من یه استودنت لاین آف کردیت دارم ماهی $200 پول اینو میدم، این باز میارتش یه مقداری پایین. یعنی همه اینا یک سری عوامل این رو بیشتر میکنن، یک سری عوامل کمتر میکنن. یک محاسبه خیلی دقیق که تمام جزئیات رو باید بگیرید لازم داره، ولی به قول کانادایی یا رول آف تام الان 4.5 برابر. مرسی از توضیحات کاملتون. مرسی. ما سوال دیگه ای داریم؟ به نظرم توی چت روم هم سوال داریم. بله. توی چت روم یه سوال داشتیم، نوشته سوال من اینه که اگر ایلندر فرضاً $1,000,000 مورگیج رو اپروف کنه، بیلندر و سیلندر چه عددی رو میتونن اپروف بکنن؟ آقا این سوال $1,000,000 قیمت داره. من جواب بدم. توی یکی از مثالایی که زدم حدودی گفتم، مثلا یه کسی که درآمدش حدود 100,000 تاست، 450 تا با ایلندر بتونه دریافت کنه، بازم همین رول آف تام هستش. اگر یه تغییری کرد لطفا بعدا اینو به پای من نذارین. منتها به صورت کلی خیلی رافلی 4.5 برابر برای ایلندر، برای بیلندر 5.5 تا 6 برابر میتونید رو در نظر بگیرین، چون بیلندر هم نوع مختلف داریم، یه بی داریم یه بی ماینس داریم، اون بی ماینس ها ریتشون میره بالاتر. بنابراین این حدود هم میتونید برای بی در نظر بگیرید. و برای سی در واقع پرایوت ها خیلی گسترده هستن، ولی به صورت کلی وقتی شما به سمت پرایوت میرین بیشتر چیزی که براشون مهمه اینه که کسی که لون رو میگیره بتونه توانایی اینو داشته باشه که بتونه ماهانه مورگیجش رو پرداخت کنه، در واقع اینترست رو پرداخت کنه، پراپرتی تکس اگه کاندو و در واقع پلن داشته باشه، معلوم باشه که بعد از 1 سال ایشون میخواد چی کار کنه، میخواد پراپرتی رو بفروشه، قراره کار جدید بگیره، اگه بیزنس جدیدی شروع کرده قراره تا اون موقع تکساشو فایل کرده باشه، بتونه مورگیج رو ببره به ایلندر یا بیلندر، باید یه پلانی داشته باشه، بهش میگن اگزیت استراتژی. این خیلی مهم هست برای پرایوت، ولی برای پرایوت از آن است که تا زمانی که کلاینت میزان کافی توی اکانتش داشته باشه که بتونه نشون بده در واقع توانایی پرداخت رو داره، میتونین میزان مورگیج رو افزایش بدین که به کلاینت کمک کنین کلوز کنه، ولی برای همه آپشن مناسبی نیستش، چون پرداخت ها میتونه خیلی سرسام آور باشه و فشار زیادی بیاره. و خب بیلندرهای مختلف هم ارقامشون متفاوته دیگه و دقیقاً همینجاست که اهمیت و ارزش کار مورگیج بروکرها مشخص میشه. مورگیج بروکرهایی که مستقل هستن مثل خانم قاسمی، ببینید شما وقتی بانک تشریف بیارید، من تمام قوانین بانک رو بهتون میگم، حالا پیشکی نمیتونه بگه تمام قوانین رو میدونم دیگه، ولی تا اونجا که بلد باشیم، تا اونجا که دانشمون اجازه بده و همینه و اینقدر اپروف میشید و دیگه همین. ولی وقتی که شما از تخصص و تجربه یه مورگیج بروکر استفاده میکنید، مورگیج بروکر به لندرهای مختلف دسترسی داره و میاد به عنوان نماینده شما میره و این شرایط شما رو به لندرهای مختلف نشون میده
و از اونها میپرسه که حالا این پرسیدن توی یک فرایند قانونی و یک شکل مشخصه دیگه، که با این شرایطی که کلاینت من داره، آقای ایلندر، خانم ایلندر، شما چقدر به این کلاینت میتونید مورگیج بدید؟ ممکنه با چند تا لندر مختلف چک بکنه. خیلی وقتا خب چون کار میکنن میدونن مثلا این کلاینت این شرایطش به اون بیلندره بهتر میخوره و شما رو هدایت میکنن به اون طرف. یعنی در واقع قسمتی که میگم اهمیت و ارزش کار مورگیج بروکرها مشخص میشه دقیقاً اینجاست. خب ما دوستان سوال دیگه ای هست یا خیر؟ خب ظاهرا دیگه سوالی نداریم. اگر سوالی ندارین من اجازه بدین که دیگه رکوردینگ رو متوقف کنم